برتری امام حسین رضی الله تعالی عنه بر اسماعیل علیه السلام. خطاب آمد ابراهیم خلیل: احب خلق پیش تو کیست؟ محبوبترین بندگان پیش تو کیست؟ گفت حبیبت رسول الله. گفت فرزند خودت اسماعیل پیش تو عزیزتر است یا فرزند او حسین؟ گفت فرزند او حسین. گفت اگه اسماعیل تو قربان می کردی بیشتر جگرت می سوخت، یا حسین او را مظلومانه بکشند بیشتر دلت می سوزد. گفت خدایا اگر حسین رو بکشند بیشتر دلم می سوزد. خطاب آمد جبرئیل برای ابراهیم روضه حسین بخوان. جبرئیل شد روضه خوان. چه مسند بزرگی است روضه خانه سید الشهدا علیه السلام. ابراهیم و اسماعیل شدن مستمع. چه روضه‌ای رو خون؟ امام رضا علیه السلام می‌فرمایند که از آتش حسین برای ابراهیم خلیل وقتی گریه کرد ابراهیم بر مصائب سید الشهدا علیه السلام، امام رضا علیه السلام فرماد خطاب آمد و فدیناه بذبح عظیم. اون تقربی که در قربانی فرزندت اسماعیل میخواستی به خاطر گریه بر حسین به تو داد. بینندگان گرامی، آخوندان رافضی دنبال کلمه‌ای در آیات هستند تا آن را به طریقی به امامان اهل بیت ربط بدهند. در اینجا همه مفسرین اعم از سنی و شیعه بر این امر متفقند که مراد از ذبح عظیم همان گوسفندی است که از بهشت آورده شد و به جای اسماعیل ذبح گردید. ولی این آخوند میگوید مراد از ذبح عظیم حسین است و برای توجیه روضه‌خوانی های خویش جبرئیل علیه السلام را اولین روضه‌خوان حسین معرفی می کند، در حالی که هنوز حسین متولد نشده و به شهادت نرسیده بود. نمیدانیم از کدام مدرک و مرجع این خزعبلات را به خورد مردم میدهند و همانطور که میبینید اسماعیل پیامبر را خیلی کوچکتر از حسین میداند، در حالی که او پیامبر الهی بود و حسین بنده مؤمن و نوه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بود. کسی نیست از این روحانی بپرسد که چرا نام اسماعیل علیه السلام و فضایلش که به گمان شما مفضول است در قرآن بارها بیان شده و نام حسین که افضل است ذکر نشده است. الله متعال در وصف اسماعیل علیه السلام می‌فرماید: واذکر فی الکتاب اسماعیل انه کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا. و اسماعیل را در این کتاب یعنی قرآن یاد کن، به راستی که او در وعده آیش راستگو و فرستاده و پیام آور الهی بود. و می‌بینیم که صدها انسان دوزانو جلوی این آخوند نشسته و عقل و خرد خویش را در بست به او سپردند که اگر ساده اندیشی این گونه افراد نمی بود هرگز این آخوند و سایر روضه‌خوانان چنین جرأتی بر دروغگویی پیدا نمی کردند و قطعاً بازارشان کساد می شد. یا لیت قومی یعلمون، ای کاش قوم من می دانستند و فریب اینها را نمی خوردند.
آه